یک سوال: الله متعال نارضایتی خود را در وجود انسانها و در زندگیشان چگونه ظاهر می سازد؟ این دقیق همون سوال است که حضرت موسی علیه السلام از الله متعال پرسان کرد و پاسخ الله متعال به حضرت موسی علیه السلام اسم بود که هر انسان با شنیدنش واقعا که غرق احساسات و اشک ریختن خواهد شد. اما قبل از ادامه ویدیو، اگر این ویدیو را شما به نیت ثواب لایک میکنید و در قسمت کامنت ماشاءالله نوشته میکنید، بدون شک که شما هم شامل ثواب خواهید شد. حضرت موسی علیه السلام از الله متعال پرسان کرد که ای الله متعال، وقتی که تو از یک بنده ناراضی می باشی چگونه او را در زندگیش یا در وجودش ظاهر میکنی تا بفهمد و دیگران عبرت بگیرند؟ الله متعال در پاسخ میگه که من شوق عبادت را از دل از او دور میکنم و تلاوت قرآن مجید که آرام بخش روح انسان است، او را شوق و علاقمندیش از ذهن و دلش دور میکنم. خب حالا فکر بکنید ما چرا نماز خود ترک میکنیم؟ به خاطری که اصلا علاقمندی برش نداریم دیگه، دل ما نمیشه و نه شوق تلاوت قرآن را بر دل داریم. اگر نماز هم بخوانیم از شرم مردم اگر بخوانیم بسیار تیز میخوانیم به عربی، اصلا نمیفهمیم که ما چی میگیم و هیچ پی نمیبریم به کلماتی که در نماز ادا میکنیم، چرا که به زبان عربی است و بیشتر مردم معنای نماز را نمیفهمند. خب فکر بکنید که اگر دلتان به نماز خواندن نشه و با شنیدن تلاوت قرآن و تلاوت کردن قرآن مجید اگر چشمایتان پر از اشک و نم نشه و وقتی که دعا میکنیم از ته دل نباشد و بسیار به عجله دعا میکنیم، بفهمید که الله متعال از ما ناراض است.